بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. مهمان این شب آفتابی در دیداری که 5 سال پیش به او داشتم پر بود از ایده های نو و خلاقانه. مهمان آفتابی ما مرد صبوری است. نام او مترادف انرژیه، نامی که کمتر رسانه‌ای شده. خیلی خوش اومدین. بله خیلی ممنون، ولی خب یه معرفی هم بکنی از سابقه ورزشیمون، مثل که بد نیست ها. دوستانم میگفتن که ایشون خیلی اهل فوتبال نیست، ما ندیدیمش که پا به توپ بشه. دوستان غلط کردن با 7 جد و آبادشون. اگه عقل و شعور درست حسابی داشتن که دوست تو نمیشدن. یعنی تو به اندازه یه خربزم آداب معاشرت بلد نیستی که یه خیر مقدمی به مهمان گرانقدر برنامه درست حسابی بگی. ناکس. خربزه که میگم از بابت میوه نمیگم ها، از این بابت که هم خر داره هم بز. قبل از شما کسی اینو متوجه نشد؟ یه مقدار پرروگری میکنی، نگرانت هم که تا آخر برنامه هم چی حسابانی بشم بزنم که یه میزو فرمونی تنظیم بادی چیزی برات انجام بدم. واقعا چقدر این نگرانی ها بجاست؟ خیلی زیاد. حالا ببینیم اینا کار شماست، یعنی ببینیم و تعریف کنیم دیگه. نه اگه ببینی دیگه نمیمونی که تعریف کنی. برو سر برنامه ببینم چه کار میکنی. خیلی ممنون که واقعا تصمیم گرفتید بیاید به این برنامه. خیلی سخت پیداتون کردیم، خیلی هم سرتون شلوغ بود. معلومه سرم شلوغ بود، داره از همه طرف برای عضوان میاد. تو که میدونی من چطوری اومدم، وارد بحثش نشو، به صلاح نیست. بحث عوض کن میرم. دولت رفته بودید بر جلسه یا همینطوری؟ نه خیر، برای تفریح رفته بودم. بلیط باقوش گرون شده بود، گفتم به جاش برم جلسه دولت. آخه تو عقلت نمیرسه که تو دنیا کسی همینطوری نمیره تو جلسه دولت، چه برسه به این که استراتژیستم باشه. وضعیت نظامم که اینطوریه. من در حال آبقند دادن استراتژیکی به جسم ناقص مقام عضو بودم که دوان خودم رسوندم اینجا. امیدواریم به دردسر ننداخته باشیمشون. تو ننداختی، خیلی بالاتر از تو انداختتشون. ما اصلا نمیدونستیم که تا دیر وقت کار میکنن، یعنی تا ساعت 8 و 9 شب جلسه است. و جلسه نیست، دود پارتیه. فشار که رو مقام عضو میره بالا، مصرفشون هم میره بالا. بعضی وقتا نصف شب حالشون خراب میشه، جیغ میزنن آی طلسمم شکست، آی طلسمم شکست، از خواب میپرن. بعد من باید برم راستوریسشون کنم. شما رو خیلی پذیرفتن و دوستتون دارن. امیدوارم که تا آخر همین اتفاق واقعا بیفته و به همین اندازه احساس تعلق و وابستگی به شما بکنه. بس که رفتم شکسته بندی استراتژیکی کردم. ممکنه که شما رو شب و نصف شب؟ بله اساسی. آخرین باری که پیش اومده کی بوده؟ همین دیشب. یادتون هست موردش چی بوده؟ بهتر نیست راجع به آب و هوا این چیزا صحبت بکنی؟ صریح جواب بده. تو گیج کجایی دیگه؟ عجب بدبختی گیر کردیم ما. خب اگه صریح جواب بدم که تو باید بری بیفتی کنار مقام عظما. نمیدونی ایشون به خاطر چی حالش خرابه؟ بشار میدونی چیه؟ خوردنی یا پوشیدنی؟ سوریه، عراق، جام زر اینا به گوشت خورده؟ خلاصه تو بیت بحث بود. از وضعیت بشار بگیر برو تا لبنان، یه دوری هم تو عراق بزن، بعد بنداز از مسیر کرمانشاه بیا تا تهران، از اون پایین بیا خیابون پاستور و داستان دولت و اینا. من توضیح دادم که امام که مقام عظما در مقابلشون بلا نسبت پش ولش کن هیچی نیست. جام زهر رو که خورد کله پا شد. بنابراین تا میتونن نباید بخورن. ولی 7 مخالف داشتید، به هر حال انتظار مخالف بیشتر داشتید یا کمتر؟ همه جای نظام آدم شوت با شنگ پیدا میشه. مگه همین احمدی نژاد نبود که اون دفعه گفت آقا بذارین برم انتحاری بزنم به خط؟ مقام عظما هم گذاشت، ولی طرف رفت زد به خط خود مقام عظما که از همون موقع این چیزشون شکست، طلسمشون ناخواسته بود. مرحوم عبوی خدا رحمت کنه. بله خدا اموات شما رو هم بیامرزه که رفتن راحت شدن از دستت. داشتم غافلگیری مقام عظما رو میگفتم تو انتخابات. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یارو مرد، رفت اون دنیا ازش پرسیدن چی شد مردی؟ گفت شیر داشتم میخوردم. گفتن یعنی شیرش فاسد بود؟ گفت نه گاوه یهو نشست. شما یه آدم فنی هستید، اینها رو که میگید حتما براش یه فرمول و یه روش کمی هم توی ذهنتون هست. فرمول کمی رو به حاجی روحانی گفتم، روباه بنفش، که میخواد جام زهر رو بریزه تو حلق مقام عظما. گفتم احمدی نژاد حاله نور داشت، تو میخوای خورشید زندگی من باشی؟ گفت آره از خدامه. گفتم پس برو 150 میلیون کیلومتر از من فاصله بگیر. حالا که دور برنامه رو خودم دست گرفتم، خداحافظی رو خودم میکنم استراتژیکی. میتونید یکی دو تا بیت شعر بگید؟ بینندگان گرام، به شعر میگم و خلاصه. بشار به گل نشسته، مالکی داغون و خسته،
عظما تلس شکسته بدجور دنبال هسته. این برنامه هم دیگه درش بسته.